سلام علیکم بینندگان گرامی. این لحظه ها میخواهم به یکی از در داخل ناخنک مولاناهای افغانستان، عبدالقادری که نه از دین آگاهی دارد نه از مذهب حنفی آگاهی دارد، آقای عبدالقادر، میبینم روزهای آخر خود را بلبل زمان حساب کرده از ستر و حجاب زن تاجیک پشتیبانی کرده ایستاده ای. آنقدر خود را پشتیبان ستر و حجاب میدانی، پس چرا از حقوقهای زن افغان حمایت نمیکنی؟ اولین آیت اسلامی، اولین آیت قرآن که نازل شد آیت اقرا بود و در آن گفته شده بود که بخوان. و در ردیف این آیه رسول خدا، پیغمبر خدا، حتی حدیث هم نوشتند که بخوان علم دنیایی را برای پیدا کردن رزق روزی خود و بخوان دین اسلام را به خاطر بنیاد کردن آخرت خود. هیچ زن از افغانستان حقوق ندارد در دست کتاب گیرد و او علم آموزد. چرا از این دفاع نمیکنی؟ امروز هیچ زن افغان حقوق ندارد آزادانه قدم زند. چرا از او دفاع نمیکنی؟ امروز زن افغان در دست یراق گرفته است، قتل آدم میکند. مگر این را اسلام درست بهاگذاری کرده است؟ ما امروز شکرانه از خداوند میکنیم که در تاجیکستان که در جهان از نگاه صلح و ثبات داشتن جای اول را اشغال میکند، یعنی مقام اول را اشغال کرده است. همچون دولت صلح و ثبات این تاجیکستان است. زن تاجیک آزاد است، میخواهد درس میخواند، میخواهد کار میکند. پس چرا از زنهای افغان خود حمایت نمیکنی؟ ما امروز شکرانه میکنیم که تاجیکستان دولت آباد است. ما داریم مولوی ها، ما داریم ایشان ها، ما داریم عالمان ساحه دین که برای ما کمبودی های ما را ایراد بگیرند و ما توانیم آنها را اصلاح کنیم. به همین خاطر حضرت در داخل ناخنک مولانا عبدالقادر احترامانه خواهش میکنم بیایید اول از همون گریبان خود اندک بوی کنید که در داخل کشور خود چی کمبودی ها دارید، کمبودی های خود را اصلاح کنید، انا بعداً نظر افکنید به سوی دیگر دولت ها. من با باوری کامل میگویم که امروز هر زن افغانستانی آرزو میکند که حداقل یک روز شهروند تاجیکستان باشد و همچون انسان حداقل یک روز زندگی کند. انا همین جمله آخران من برای تو بر این بیسواد عالم دین بود که امروز هزار مشکلات های داخل کشور خود را یک سو گذاشته و چسبیده به ستر و حجاب زن تاجیک. بازم میگویم زن تاجیک دارای سر و لباس ملی خود است و ما مردان تاجیکستان هرگز اجازت نمیدهیم که زن تاجیک رویمال های ماماگه خود را از سر دور کند و همان لباس های میگفته بگان برای ما بگانه شما را ببر کند. ما به این اجازت نمیدهیم. هر کار میخواهی بکن، هر گفته میخواهی بگوی. بازم میگویم اول اصلاح کن مشکلات های داخل دولت خود را. اول حمایت کن از زن، مادر، دختر، خواهر افغانی خود، بعدا بنیاد را بخلان به مشکلات دیگر دولت ها.